فکر باطل داریم، یک فکر سازنده. فکر باطل اونیه که به تو این حالت رو القا میکنه و تو میپذیری که باید توجه تو ببری به بیرون. این میشه فکر باطل، چون جهان در بیرون انعکاس درونه. فکر حقیقی و سازنده چیه؟ توجهت نورافکناش برگرده به درون، فقط خودتو ببینی. این اساس هر فکر باطل و فکر سازنده و کارآمدیه. حالا باز برگردیم به نقطه اول. تو که به عنوان یک شخص مهارت نگاه کردن افکارت و ذهنت رو نداری، این ذهن تمام فرافکنیش کجاست؟ به جهان بیرون. و تو تمام توجهت به چیه؟ فکرهایی که بر اساس جهان بیرونه و نتیجتاً تمام افکارت باطله. من ذهنی ذهن مشاهده نشده است. ایگو به قول اکارتول ذهن مشاهده نشده است. خب با هر ابزاری بخوام ردش کنم، بجنگم باهاش، خلعش بکنم، نادیدش بگیرم، دوباره میرم و دارم گسترشش میدم. بنابراین فقط نگاش کنم، چون با فکر بر علیه فکر سوم تولید میشه جنگش. اگه با یه فکر بخوای بری به جنگ یه فکر سوم رو تولید کردی. بنابراین پروسه باطلیه، یک چرخه باطله، فقط باید به اومدنش آگاه باشی. ببین ما جلوی کار ذهن رو نمیتونیم بگیریم، همونطوری که جلوی کارکرد قلب رو نمیتونیم بگیریم خودمون، همونطوری که ما نمیفهمیم کلیه‌مون داره چجوری کار میکنه ولی داره کار میکنه. بنابراین ما ذهن رو، کارکردش رو نمیتونیم جلوشو بگیریم، ولی میتونیم آگاهانه ذهن رو مدام ببینیم. از چه جایگاهی؟ از یک گام عقب‌تر از منظر بودن. هوشیار باشیم و هر لحظه در انتظار آمدن فکر بعدی. اما امیدوارم با واژگان گمراه نشیم، چون انتظار خودش یک کیفیت انتزاعی ذهنیه. خب بنابراین این انتظار از جنس انتظارگونه و معطلی ذهن نیست. این انتظار از جنس آگاهانه بودن و زیستنه و اما مدام مراقبت کردن از هر لحظه است که در این لحظه در فضای سکون وجود من آیا خلأ هست؟ آیا فضا بازه؟ یا فضا رو بستم و دوباره غرق افکارم شدم؟ این یک کیفیتی که متعالیه و با تمرین در سالهای متمادی برای شخص تا حد قابل قبولی ممکن میشه. این که مولانا میگه من در اون فضا زندگی میکنم، من اصلا همیشه اونجا، میخوام بیام به شما یه چیزی بگم، میام بیرون یه چیزی میگم، باز برمیگردم تو همونجا. یعنی من اصلا شهرم اونجاست، من وادی حقیقی اونجاست. شهر یکتاییه، شهر یکتایی که همه یه رنگه، رنگ و رنگ نیست، نقش دیگه معیار نیست، نقاش اصله در اون شهر یکتایی. حالا نقش همان فکر هاست، میاد نقش میزنه، نقش خوب و بد، نقش زشت و زیبا، نقش گرم و سرد، کم و زیاد، نقش های جهان تضاد، بالا و پایین، که در قالب اتفاقات، انسانها، خبرها، رویدادها، فرمها وارد تجربه آگاهی ما میشه. خب اگه در محل یکتایی، در فضای گشوده درون که پشت ذهنه، ببین پشت نه که پشت سرها، یه گام پیش از قضاوته. استاد شهبازی عزیز میگه تسلیم به معنای پذیرش اتفاق این لحظه قبل از رفتن به ذهن و قضاوت کردن اونه. خب یعنی من در اینجا اکنون حال حاضرم و ناظرم و تنها کاری که باید بکنم همینه. این مهمتر از هر کار دیگه ایه که من پشت افکارم ناظر باشم
و انتظاری نه از جنس معطلی ذهن، انتظاری آگاهانه، مثل ماری که دم در سوراخ خونش منتظر گذر یک موشه، مثل تمساحی که ساعتها دهنش بازه منتظر یک شیء جنبنده از جلوش رد شه، مثل صیادی که روزها در انتظار و در کمین شکاره. انسان آگاه شبیه به گربه‌ای که در کمین یک موش نشسته. آگاهی ناظریه که در کمین یه فکره که چیکار بکنه با اون فکره، شکارش کنه؟ نه. این شکار از جنس شکارهای دنیوی و رواج پیدا کرده‌ای که من و شما میشناسیم نیست. این پروسه دقیقاً برعکس. اینجا دیگه به جای اینکه مار موش رو بگیره، تمساح غزال رو بگیره، آگاهی طعمه رو نمیگیره. این لحظه قمارباز بزرگ هستی خداوند یه تاسی میریزه. تاس رو چجوری میریزه؟ در قالب اتفاق این لحظه که گفتیم میتونه شرایط، رویدادها، وقایع، فرمها، نقشها، هر چیزی که داری تجربه میکنی تاس خداست. تو دو انتخاب بیشتر نداری، یا جفت بریزی یا تاق بریزی. اگه تاق بریزی میشه همون جمله مولانا در فی مافی، همه مشکل تو این است که ورق خود خوانی و ورق یار نخوانی. این همون معنی اینی که تو تاق میریزی، جفت بازی نمی کنی. تاق ریختن این مقاومت با اتفاق این لحظه. من دوستش ندارم، من نمیخوامش، این کمه، این زیاده، این چرا این ریختیه، این چرا این شکلیه. مقاومت باش کردن این تاق انداختی. جفت چیه؟ جفت شیش انداختنه. یعنی هر چه تو خواستی همان شود و هر چه همان شود همان خیر درش نهفته است. بنابراین من فقط جفت میندازم با تو. یعنی چی؟ یعنی تو هر چی انداختی منم هم رو میندازم. تو دو میندازی من دو، سه، 5. چجوری دارم به تو اعلام میکنم با جفت بازی میکنم؟ هر اتفاقی که گفتیم تاس انداختن هوش کل و خداونده یا اراده الهی حضرت حقه، در قالب اتفاق این لحظه میاد تو زندگی ما دیگه. جفت انداختن به این معنیه که پیش از قضاوت بد و خوب عاشقانه بپذیرم اون اتفاق رو، اجازه بدم اون اتفاق بیاد و اون پیامی که برام آورده رو به دستم برسون. ببین من الان این خودکار رو الان که نمیتونم ببینم، من بیام عقب‌تر اینجا بیستم تا بتونم ببینمش. خب این ذهن وقتی با آگاهی یکیه، یعنی آگاهی ریخته تو ذهن، آگاهی فقط تو ذهنه، حالا نمیتونه ذهن رو ببینه، فقط به خواسته های ذهن تن میده. این که میگیم عقب بیای میبینیش به معنای عقب فیزیکی نیست که یه قدم بره عقب‌تر ببینه، یعنی فاصله بگیری از ذهن. حالا میشی آگاهی که ذهن رو میبینی. مثلا این خودکاری که حالا تو یکم رفتی عقب‌تر داری این خودکار رو میبینی. بزرگم به من میگفت، خیلی جالب بود، میگفت مهدی مادر در اون لهجه شیرین مشهدی میگفت پی خواسته های دنیا ننه جان نرو، چون اگه کل زمینم بهت بدم باز تو نگاه میکنی میگی من ما هم میخوام.